رفتن با حالت خسته یا شکسته. آرام با شونه های افتاده نگاهتون به پایین باشه و معمولا برای اینکه کسی افسرده است یا شکست روحی خورده بیشتر استفاده میشه. تو درام و فیلم های عشقی یا فیلم های روانشناختی بیشتر از این مورد استفاده میشه. فرض کنید که شما یک شکست عشقی خوردید، ذهنتون درگیره و قراره با فکر کردنتون مشکلی رو حل کنید. پس آرام راه می روید، شانه هاتون رو ریلکس می کنید، بدن ریلکس میشه، شل میشه، نگاه به پایین و حرکت می کنید. قطعاً در این حالت شما نباید از دستاتون زیاد استفاده بکنید.